اینجا جنوب تهرانه و این بنای زیبا نمادی از دروازه‌های تاریخی تهران که حالا فقط یکی از اونها یعنی دروازه محمدیه باقی مونده. اما روزگاری دروازه‌های تهران از مهمترین بخش‌های پایتخت به حساب می اومدن و اهمیت زیادی داشتن. با ما باشید تا به گذشته تهران بریم و شما رو با دروازه‌های تهران از زمان شاه طهماسب صفوی تا زمانی که حصار و دروازه‌های اطراف تهران تخریب شد آشنا کنیم. در زمانهای گذشته همه شهرها محصور به حصار یا دیوار بودن و تردد به داخل یا خارج از شهرها از طریق دروازه‌های موجود صورت می‌گرفته. تعداد دروازه‌های هر شهر بستگی به اندازه بزرگی شهر و میزان رفت و آمدش داشته. معمولاً در حصاری که دور تا دور شهر کشیده میشد، دروازه‌هایی برای ورود و خروج تعبیه می‌کردند که شامل یک خندق، پلی روی خندق، درهای دروازه و بنای تزیین شده با ظاهر منحصر به فرد خودش بوده. معمولاً دروازه‌ها 2 تا کارکرد داشتند. هم محل کنترل رفت و آمد مردم و بار و حیوونا و وسایل نقلیه مثل گاری و دلیجان و کالسکه بودن و هم حالت دفاعی در مقابل حمله دشمن به شهر رو داشتن. از کتابای تاریخ تهران که در اونها به دروازه‌های پایتخت اشاره شده فقط اسم 4 دروازه حصار صفوی و 12 13 و حتی گاهی تا 21 دروازه حصار ناصری ذکر شده بدون کوچکترین توضیحی از اونها. داریوش شهبازی تهرانشناس و محقق در کتاب برگ‌هایی از تاریخ تهران درباره دروازه‌های قدیمی تهران مطلبی نوشته که براتون نقل می‌کنم. اشتباه نویسندگان در معرفی عکس دروازه‌ها به این دلیله که مثلا دروازه دولت چند بار تخریب و تجدید بنا شد و حتی بار آخر تغییر مکان هم پیدا کرد. یعنی در ابتدا این دروازه که به دروازه اسدالدوله شهرت داشت در اواخر دوره صفوی به وسیله افاقنه ایجاد شد. بعد تغییر نام داد و بعدها تجدید بنا شد و در دوره ناصری به کلی تخریب و به شکل باشکوهی دوباره بنا شد. دروازه دولت قدیمی در ورودی خیابون باب همایون قرار داشت و دروازه دولتی که در دوران ناصری ساخته شد در محل کنونی تقاطع خیابون‌های سعدی و شاهرضاست و به این ترتیب مورخین برای معرفی عکس‌های دروازه دولت خیابون باب همایون و خیابون سعدی دچار اشتباه میشن، چون پایین عکس‌های تاریخی فقط نوشته شده دروازه دولت بدون توضیح و تشخیص اینکه این عکس به کدوم دروازه دولت تعلق داره و یا گاهی دروازه‌های عتیق مال زمان حصار صفوی با دروازه‌های ناصری اشتباه گرفته میشن، مثل دروازه شمرون قدیم که اول پامنار بود و دروازه شمرون جدید در جنوب پلچوبی بوده و یا حتی دروازه‌های داخلی مثل دروازه ناصریه رو با دروازه‌های اصلی شهر اشتباه میکنن. اما بریم سراغ تهران 500 سال پیش، یعنی این تهران. در دوران شاه طهماسب صفوی وقت احداث حصار تهران این شهر صاحب 4 دروازه شد. دروازه عتیق شمرون اول پامنار، دروازه عتیق دولاب اول بازارچه نایب السلطنه، دروازه عتیق شابدالعظیم اول بازار حضرتی و دروازه عتیق قزوین اول بازارچه قوام الدوله و بعدها 2 دروازه به حصار شهر اضافه شد. در دوره تسلط افغانها بر تهران که در سالهای پایانی صفویه اتفاق افتاد، دروازه شمال ارگ به نام دروازه اسدالدوله در ورودی خیابون باب همایون احداث شد. افغانها دروازه اسدالدوله رو در شمال ارگ که به بیابون راه داشت بنا کردند. چرا؟ چون از شورش و حمله مردم تهران میترسیدن و این دروازه رو ساختن تا در صورت شورش مردم بتونن فرار کنن. در آخرین سال پادشاهی محمدشاه قاجار دروازه نو یا دروازه محمدیه در جنوب محله بازار احداث شد که هنوز هم بخش‌های از اون باقی مونده و اینطور در دل محله بازار جا خوش کرده. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه دروازه‌های 12 گانه حصار ناصری و دروازه‌های داخل شهر و دروازه راه آهن یا ماشین دودی ساخته شد. بذارید اسم و جای دقیق دروازه‌های حصار ناصری رو با هم ببینیم.
دروازه شمرون شمال شرقی حصار ساخته شده بود. محل این دروازه اینجاست. جایی که هنوز هم دروازه شمرون نام داره. این دروازه مسیر ارتباط تهران با منطقه شبیرانات بود. دروازه شمرون در محله اودلاجان و در ضلع شمال شرقی ساختمون سفارت روسیه قرار داشت. در واقع این دروازه در جنوب شرقی سراح شمرون، محل معروف به پیچ شمرون فعلی، اول جاده قدیم شمرون قرار داره. دروازه دولاب شرقی ترین دروازه در بین دروازه های تهران بوده که در قسمت جنوب شرقی حصار و محله چاله میدون ساخته شده بود. محل کنونیش هم اینجاست، درست تو خیابون شهباز. زمینای مجاور دروازه دولاب جزو زمینای کشاورزی تهران بودن و از این زمینها بیشتر برای صیفی‌کاری و کشت تره‌بار مصرفی مردم تهران استفاده می شده. در اطراف این دروازه هم یخچالای زیادی وجود داشته که قبلا در مورد این یخچال‌ها ویدیویی براتون ساخته بودیم و لینکش در کامنت اول هست. غربی ترین دروازه تهران دروازه قزوین بوده. جایی که الان میدون قزوین قرار داره و مسیر ورود و خروج غرب تهران رو فراهم می‌کرده و در محله سنگلج هم قرار داشته. دروازه شابدالعظیم یا دروازه ری قدیمی ترین دروازه جنوبی شهر و یکی از اصلی ترین دروازه های تهران بوده. دروازه شابدالعظیم توی جنوب شرقی حصار ساخته شده بود. محل این دروازه میشه میدون شوش فعلی. این دروازه در مسیر ارتباط تهران با نواحی جنوبی و حرم عبدالعظیم و شهرهای قم و اصفهان قرار داشته و در محدوده 2 محله بازار و چاله میدون بوده. دروازه دولتی که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شد در شمال حصار و محله دولت قرار داشت. حالا میشه جایی در تقاطع خیابون شاهرضا و سعدی. درباره خیابون سعدی هم ویدیوی خیلی جالبی داریم که اگر ندیدید حتما بعد از این ویدیو تماشا کنید. لینکش هم در کامنت اوله. دروازه غار در حد فاصله بین خانی‌آباد و میدون شوش حوالی جاییه که امروز میدون غار بنا شده. روی کاشی‌کاری‌های زیبای این دروازه تصاویری از نبرد رستم و دیو سفید نقش شده بود و تا زمان تخریب این دروازه به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه‌های تهران سالم و دست نخورده باقی مونده بود. به همین دلیل هم کاشی‌های نقاشی شده مربوط به دروازه غار به موزه ملی منتقل شد تا در اونجا نگهداری بشه. دروازه خانی‌آباد توی دوره ناصری یکی دیگه از دروازه‌های اصلی تهران بود که همراه با حصار و دروازه‌های دیگه تهران برای گسترش پایتخت در دوران رضاشاه تخریب شد. این دروازه در تقاطع خیابون‌های خانی‌آباد و شوش و در محله خانی‌آباد قرار داشت. دروازه دوشان تپه هم یکی از دروازه‌های قدیمی تهران بود و هم اسم یک قریه در شرق شهر که به نوعی حومه تهران محسوب می‌شد. این روستای خوش آب و هوا از محدوده ارگ شاهی فاصله زیادی داشت و شکارگاه ناصرالدین شاه هم بود و بخشی از شهرت این دروازه و این منطقه توی کتاب‌های تاریخی به خاطر همینه که شکارگاه شاه‌های قاجار بوده. محل دقیق این دروازه میدون ژال است. دروازه خراسون یا دروازه مشهد در موقعیت میدون خراسون فعلی قرار داشت. این دروازه در جنوب شرقی حصار و در محله چاله میدون قرار داشت. دروازه باغ شاه در محل میدون حر فعلی قرار داشته و شمالی ترین دروازه غربی قلمداد میشد. دروازه باغ شاه به دروازه اسبدوانی هم معروف بوده چون در غرب تهران قدیم جایی که بعدها پادگان باغ شاه بنا شد یه زمانی میدون اسبدوانی شاههای قاجار قرار داشته. محله گمرک در جنوب غرب محدوده مرکزی تهرانه، حد فاصله خیابون مولوی تا خیابون قزوین. دروازه گمرک هم تو همین محله و در حدود میدون گمرک قرار داشته. این دروازه در باروی غربی شهر بوده و جنوبی ترین دروازه غربی قلمداد می شده. دروازه یوسف آباد در حدود تلاقی خیابون شاهرضا و حافظ یعنی چهارراه کالج بود. محله یوسف آباد از اراضی میرزا یوسف آشتیانی بود که در اون زمان به صورت یک آبادی در شمال غربی محدوده شهر تهران روی تپه‌های شمالی شهر واقع شده بود و راه دسترسی به یوسف آباد و روستاهای اطرافش از همین دروازه بود.
به همین خاطر خیلی از تهرانیای قدیمی به خیابون حافظ به دلیل قرار گرفتن این دروازه خیابون یوسف آباد میگفتن. در مورد تاریخچه عجیب و جذاب یوسف آباد هم قبلا این ویدیو رو داشتیم و لینکش در کامنت اول هم قرار داره تا اگر کنجکاو شدید تماشا کنید. 13مین دروازه هم این دروازه یعنی دروازه راه آهن یا ماشین دودی بود که همونطور که از اسمش پیداست دروازه‌ای برای عبور ماشین دودی از تهران به شابدالعظیم بوده. بعد از افول قاجارها فقط یه دروازه توی تهران ساخته شد و هنوز هم پابرجاست. دروازه یا سردر باغ ملی که مربوط به آخر دوران قاجار و دوران رئیس الوزرایی سردار سپه رضا شاه. حالا از تاریخ تهران و حصار و دروازه‌های قدیمی و چند صد ساله اون فقط بخش کوچیکی از حصار شاه طهماسب باقی مونده و این دروازه یعنی محمدیه. و دیگه کسی یادش نیست روزگاری برای ورود به تهران باید پشت دروازه ها معطل می شدی، باج و خراج و مالیات می دادی، سوال و جواب می شدی تا بالاخره بهت اذن ورود به پایتخت کوچیک ایران رو بدن. حالا تهران انقدر بزرگ شده که انگار خودش هم یادش رفته روزگاری توی آغوش امن حصار و دروازه هاش یله می شد و دغدغه کم آبی و آلودگی و ترافیک رو نداشت. امیدواریم این ویدیو براتون جالب و مفید بوده باشه و اگر اینطوره خوشحال میشیم با لایک کردن از ما حمایت کنید. تاریخ شیرین تهران و اون چه از سر گذرونده شنیدنی و دیدنیه. اگر علاقه‌مندید تاریخ تهران رو ببینید و بشنوید این پلیلیست تقدیم شما.